سلام دوباره. خوشحالم خدمتتون هستم. امیدوارم یه بحث جذاب و جنجالی راجع به نوجوان داشته باشیم، نه راجع به و نوجوان. چرا و نوجوان نه؟ چون ما نوجوانی رو هیچ وقت بهش اصالت ندادیم. واقعیتش دعوا دقیقاً از همینجا شروع میشه که ما نسلی داریم به نام نسل نوجوان. همیشه تو مملکت ما و نوجوان بوده، یا کودک و نوجوان یا جوان و نوجوان. هیچ وقت خود نوجوانی مهم نبوده. یا به کوچیکتر از خودش بندش کردیم، کلیپسش کردیم، یا با بالاتر از خودش منگنش کردیم، یا کودکی برامون موضوعیت داشته نوجوانی رو تنگش گذاشتیم، یا جوانی برامون اصل شده نوجوانی رو بهش پیوست کردیم. مسئله نوجوانی مسئله جدیده. همیشه دنیا بوده؟ قبول. اما داستان نوجوان ها انقدر داستان جدیدیه که توی مطالعات مکتب بیرمنگام، مکتب معروف انگلیسی که معروف مطالعات مکتب جوانان، چند سال گذشته بحث این شد که آقا ما جوانان رو شناختیم، اتفاقات و تحولاتشون رو هم میدونیم، نوجوانی رو نمیشناسیم. نوجوانی که طالبش اصالت نداده بودیم جدی شده. نوجوانی سن هویتیابیه. قبلا چون خیلی هم دسترسی ها توش زیاد نبود باش بازی میکردیم. پس ما باید توی دوران ذهنی یا دنیای ذهنی نوجوان ها وارد شیم. قبلا دنیای ذهنی با دنیای عینی خیلی شبیه هم بود. بحث سبک زندگی هم از همینجا جدی میشه. یه زمانی ذهنیات با عینیات خیلی نزدیک هم بود. همون چیزی که فکر میکردیم و داشتیم. الان به خیلی چیزا میتونیم فکر کنیم که نداریم. خیلی از چیزها رو میتونیم تصور کنیم که نداریم. اما رسانه چیکار میکنه؟ تصورات ما رو تصویر میکنه. وقتی تصور و ذهنیت ما تصویر میشه انگار یه عینیتی پیدا میکنه. مخاطب خیلی جدیتر باورش میکنه و دنیای ذهنی ما با او متفاوت میشه. نوجوانی همیشه تاریخ بوده. همه آدما نوزاد بودن، کودک میشدن، نوجوان میشدن، جوان میشدن، میرفتن بالا. پس نوجوانی همیشه بوده. اما فرقش این دفعه چیه؟ من میخوام از فرقهاش بگم، از اهمیتش بگم. شما میتونه گاردتون بسته باشه. اتفاقا پیشنهاد میکنم وارد رینگ بوکس اینطوری با هم بشیم. شما گاردتون رو محکم ببندید و اصلا قبول نکنید دوران نوجوانی جدیدی داره اتفاق میفته. من دونه دونه دلایلمو که میگم کوتاه نیاید تا اونجایی که واقعا متقاعد شدید که آخیش درسته. مشابه این تجربه رو اگه دوست داشتید باز فیلمش رو هم نگاه بکنید، فیلمش موجوده. برنامه کتاب باز، اون قسمتی که من رفتم خدمت های سروش صحت. با سروش خان صحت عزیز هم اونجا که نشستیم اول از همه سروش با گارد بسته نشست و گفت نه، همیشه تاریخ اینطوری بوده. چند تا مثالم زد. گفت آقا این داستانه شکاف نسلی و این حرفایی که میزنیم همیشه تاریخ بوده. حالا اسمشو میذارید 3MG، میذارید تینز، میذارید دیجی نیتیو، یا برمیگردید اسمشو میذارید سرگرم آموزی دهه 80، بازیوارسازی، گیمفیکیشن. گولمون نزن با این کلمات. نه، همیشه همینطور بوده. خیلی اونجام رقابتمون جذاب بود. خیلی هم بحثمون جدی بود. تا پله 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 با هم همراه شدیم که بله همیشه اینا بوده، ولی هیچ وقت داستان انقدر جدی نشده. ما برای اولین بار تو طول تاریخ با نسلی مواجهیم که از پدر مادرش داناتر، داراتر و تواناتر میتونه باشه. داناتر یعنی چی؟ یعنی به گوگل دسترسی داره، به رسانه‌های نوین دسترسی داره. قبلا من هیچی تو 15 سالگیم بلد نبودم بیشتر از بابام، بیشتر از مامانم. تو هر زمینه اونها از من داناتر و عالمتر بودن، مرجع علمی میشدن. سوالاتم رفتم از اونها میپرسیدم. الان فرزند ده 80 من میاد از من سوال میپرسه، جواب منو که میشنوه میره با گوگل مقدس مقایسه میکنه، میره با اینستاگرام عزیز، تو نگاه او دارم میگم میره تو اینستاگرام عزیز سرچ میکنه ببینه جواب باش درست بوده، دقیق بوده یا نه. به اینستاگرام یا گوگل بیشتر اعتماد میکنه یا پدر و مادر؟ جواب تلخ ولی واضحی داره. به رسانه بیشتر از والدین اعتماد میکنه. ما یه زمانی والدین مرجع اعتماد بودن برای بچه‌ها، مرجع اعتبار بودن. اعتبار و اعتماد از مادر پدر میگرفت. الان داره از جای غیر از خانواده میگیره.
پسر من اومد از من پرسید بابا ما تو خونمون توتی داریم. یه دونه توتی گرفته بودیم، کوتوله برزیلیه، بچه‌ها بهش میگن کوتول. گفت کوتول نره یا ماده؟ منم خیلی اطلاع تخصصی ندارم. با همون جوابای عمومی که بابامون اگر زمان ما میداد ما قانع میشدیم، تازه خیلی شیک‌ترش جواب دادم. چند دقیقه بعد اومد پیشم گفت بابا میدونی بیشتر از 10 راه برای تشخیص پرنده نر از ماده وجود داره؟ 1 2 3 10. و تو این راهایی که گفتی اصلا راه درستی نیست، راه علمی نیست، راه دقیقی نیست. داستان پدر پسر با هم مقایسه کنید، ببینید فضاش چطوری میشه. حتما از این تجربه شما با 1080 داشتید، چه فرزندانتون چه سر کلاس ها. حالا سر کلاس ها بچه ها تو اون لحظه آیلاند نبودن، دسترسی مستقیم به اینترنت نداشتن، کمتر اون لحظه تونستن صحبتتون چک بکنن. الان بچه ها منبع اصلی اعتبار برشون شده اینترنت، حرف شما رو با اینترنت سرچ میکنن، مقایسه و تطبیق میدن. اگر مشابه همونو پیدا کردن میگن درست گفتی، عالم بودی، به روز بودی. اگر متفاوت دیدن کاری ندارن که ممکنه حرف شما درست باشه، اطلاعات اینترنت سطحی باشه یا حتی غلط باشه، به این بیشتر اعتماد میکنن. با نسلی مواجهیم که حداقل در سطح دانش و دسترسی از مادر پدر داناتره. داراتر چرا پولدارتر میتونه باشه؟ من دانش آموزای زیادی تجربه داشتم تو خونم، برای فرزند خودم الان اینو دارم میبینم که نسلی هستن که توی 12 سالگی، 13 سالگی، 15 سالگی، اینا رو بیشتر نمونه‌های جهانیش هم خواهم گفت خدمتتون، میتونن پول در بیارن با همین اپلیکیشن هایی که دارن، با همین نرم افزارهایی که بلدن، با همین ابزارهای در دسترسشون میتونن تو این سن پول در بیارن، میتونن کار حرفه‌ای کنن، میتونن اثرگذار باشن. یکی از دانش آموزای من چند سال پیش به من اینو گفت آقا من کلیپ خوب میسازم. گفتم باریکلا، خیلی حرفه‌ای میسازم. گفت اگه فقط هفته 1 کلیپ خوب بسازم، کلیپ هم 2 تومن بفروشم، آخر ماه چقدر میشه؟ 8 تومن. 8 میلیون تومن. دانش آموز 15 ساله. درآمد ماهانه بابام با اضافه کار چقدره؟ 5 میلیون تومن. من درآمدم از بابام بیشتره. قبلا یکی از تفوق‌هایی، یکی از قدرت‌هایی، یکی از ابزارهای اقتداری والدین چی بود؟ پول تو جیبی میدادن به بچه‌هاشون و بچه‌ها کار دیگه نمیتونستن بکنن، مگه اینکه بچه‌ای که شاغل بود تو بازاری، تو محیط فیزیکالی جایی. کسی نمیتونست تو خونه، تو اتاق بشینه درآمدش از باباش بیشتر بشه. اما نسل جدید میتونه این کارو بکنه. نسل جدید چنین ابزاری براش فراهم شده. مادر پدر دیگه نمیتونن بچه رو با ابزار مالی کنترل کنن، بلکه بالعکس، انگار این بچه ها هستن که میتونن مادر پدر رو کنترل کنن. تو این محیطی که بچه ها میتونن از پدر مادرشون داراتر هم بشن، حتی آرام آرام میتونن استقلال اقتصادی پیدا بکنن و دیگه وابستگی مادی نداشته باشن، باز یه سری مناسبات عوض خواهد شد. داناتر، داراتر، تواناتر. بچه‌ها به یک مهارت‌های دسترسی دارن. آیا اینها مهارت‌های اصیل زندگی است و مهمترین چیزهایی که برای سبک زندگی لازمه؟ نه الزاماً، اما جذاب‌ترین و بروزترین و شاید از نظر دنیای ذهنی نوجوانا کاربردی ترینه. مامان باباشون بلد نیست. مامانه الان تو اینستاگرام نیست و نمیدونه پیج و شات کردن یعنی چی. ریشیر کردن ها رو بلد نیست. بعضی کارها رو نمیتونه انجام بده، کارهایی که شاید واقعا هم کارهای خیلی عجیب و مهمی نباشن. مهارتش هم میشه ساده یاد گرفت، از نظر بچه ها ولی خیلی مهمه. داستان امروز و بحث امروز رو توی تفاوت دنیای ذهنی های 2 نسل میخوام ببرم. اونجا میخوام یه ذره باش بازی کنم و بحث امروز جمع کنیم، جلسه بعدی ادامه بدیم. داستان رو چطوری میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر ما قراره با نوجوان‌ها سر و کار داشته باشیم، باید تو دنیای ذهنی اونها و از زاویه دید اونها داستان رو نگاه کنیم. با یه معمای زاویه دید بریم بحث و جلو. تصویر اول رو نگاه کنید. تو این تصویر چی میبینید؟ از این سازه چی میفهمید؟ این چیزهای سیاه رنگی که آویزونن چی هستن اصلا؟ این سازه چی داره میگه؟ باور کنید 100 ساعت دیگه هم نگاه کنید نمیتونید بفهمید. از این زاویه دید خیلی ما به خروجی نمیرسیم.
تصویر دوم ببینید، همون سازه است، همونه از یه زاویه دیگه. ما زاویه دیدمون رو عوض کردیم ولی هنوز مفهوم نیست چه خبر، هنوز نمیتونیم تشخیص بدیم، هنوز داریم حدس میزنیم. خیلی از این حدسامون ممکنه غلط باشه، ممکنه اتفاقی هم حدس درست توش باشه. حالا تصویر سوم، آها این تصویر میبینید یه تمثال، یه چهره از توش در اومد. ما تو زاویه سوم به زاویه درست رسیدیم، به زاویه‌ای که میتونیم دیکودینگ کنیم. اصطلاح تخصصی ما میشه رمزگشایی. هر کسی توی کارش توی رسانه رمزگذاری میکنه. ما یکی از رمزگانی که داریم، رمزگذاری هامون هم کلمات و ادبیاته. کسی که زبان فارسی بلد نباشه الان نمیفهمه من چی دارم میگم. میتونه بشنوه ها اما نمیتونه بفهمه. فرض کنید الان کسی با زبان چینی صحبت کنه، همه ما میشنویم اما نمیفهمیم. داستان سواد رسانه هم همینه، همه میبینیم تولید رسانه ای رو اما همه نمیفهمیم یا سطح درک بسیار متفاوتی ازش خواهیم داشت. این قهرمان رو نگاه کنید، کاسیوس مارچلوس کلی، محمد علی کلی معروف. این سازم میدونید چیه؟ دستکش‌های بوکسشه. بوکسورای حرفه‌ای دستکشاشون یه بار مصرفه، بعد هر مسابقه میندازن دور که وقت دستکششون به خاطر اینکه مستهلک شده، یه مقداری مصرف شده، تو مسابقه بعدی کار دستشون نده، دستکشو نو برمی‌دارن که مشتشون کاری باشه. دستکش یه بار مصرف دور انداخته میشه، اما دورریز بعضی از آدم‌ها خودش تبدیل میشه به یک نشان و نماد از اونها، نماد اقتدارشون، نماد اثرگذاریشون. چرا اینو گفتم؟ چون ما باید از زاویه دید نوجوان‌ها مسئله رو درک کنیم. عینک اونا رو بزنیم، با کفش اونا را بریم، وگرنه نمیفهمیم تو دنیای ذهنی اونها این داستان چه مفهومی داره. ما میگیم فیلترینگ، میگیم تلگرام فیلتر کنیم، اینستاگرام فیلتر کنیم. ممکنه خیلی ساده فقط هم بخوایم ازش بحث کنیم، ما قصد اقدام و انجام عمل نداشته باشیم، اما تو دنیای ذهنی بچه‌ها این میشه یه زلزله، یه سونامی، یه فاجعه. الان به آدم بزرگا فرض کن یه بحث نظریه کسی بیاد بکنه بگه میخوایم بانک‌ها رو جمع کنیم، حقوقای آخر ماه ندیم. همین که فکرشو بکنه، همین که جملهشو مطرح کنه، آدم بزرگا چقدر همه چیزشون به هم میریزه، چون سرمایه‌شون توی بانک‌ها و حساب‌هاشونه. نوجوانا سرمایه‌شون کجاست؟ سرمایه اقتصادی که کمتر دارن، سرمایه اجتماعی دارن، سوشال کپیتال دارن. این سرمایه اجتماعیشون تو همین شبکه هاست. وقتی شما میگید فیلتر کنم یعنی میندازم تو زندان. شهروندان دنیای جدیدن، شهروندی هن که ملیتاشون رو گاهی اوقات به اینستاگرام تعریف میکنن. این الان شهروند دو ملیت مختلفه، هم ایرانی هم اینستاگرامی، هم ایرانی هم توییتری، هم ایرانی هم تلگرامی. تعلق خاطر داره به اونجا. کلی از سرمایه ها و دوستا و رفقا و ارتباطاتش تو اون مرز و جغرافیا تعریف میشه. این رو حتما باش کار داریم. داستان فیلترینگ رو یک بار باید جدی با همدیگه بحث بکنیم که واقعا از نظر ما بزرگتره یعنی چی، از نظر بچه‌ها یعنی چی، و ببینیم از نظر اونا چه اتفاقی میفته. فیلترینگ طلبتون حتما یه موقع جدی بهش میپردازیم. اما داستان دنیای ذهنی بچه‌ها رو با یه مثال جمعش بکنم. یه شبی بچه‌های ما داشتن خونه بازی می‌کردن به پر شیطونی. یه بادکنک قرمز هم دستشون افتاده بود، با این بادکنکشون کیف می‌کردن، سه تا فینگیلیا به پر می‌کردن. فکر کنم ساعت 1 و 2 شب بود، نصف شب بامداد. ما نگران همسایه زیری، شما احتمالاً مثل ما آپارتمان نشینید دیگه. دنیای جدید و زندگی و اینجور چیز می‌ذا عمده ما رو آپارتمان نشین کرده. بچه‌ها به پر می‌کردن. نگران طبقه پایین بودیم، نگران همسایه، اذیت نشه، ناراحت نشه. خانم من سلطان بانو همسر مکرمه یه تصمیم جدی گرفت، گفت الان میرم بادکنک رو ازشون میگیرم. خدا امواتتون رحمت کنه. مادر بزرگ من این جمله همیشگی داشت، میگفت بچه عزیزه تربیتش عزیزتر. من به خانمم گفتم هیچ اشکالی نداره، اگه برای تربیت، اگه برای اینکه مردم آزاری نباشه، مزاحم بقیه نشیم، باید بادکنک از بچه‌ها بگیریم، میگیریم، مشکلی نداره. فقط یه سوال ساده، تو دنیای ذهنی بچه‌ها ببینیم ازشون چی داریم میگیریم، چی داریم بهشون میدیم. تو دنیای ما آدم بزرگا چی داریم میگیریم؟ یه بادکنک. یه بادکنک دیگه. تو دنیای بچه‌ها چی؟ یه بادکنکه. تو دنیای آدم بزرگا چقدر بادکنک میارزه؟
یه بادکنک الان 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن، 10,000 تومن. ما نهایتا داریم فکر میکنیم یه چیز 10,000 تومانی از بچه‌مون گرفتیم. اما برای بچه‌هایی که دارن باش بازی میکنن، عشق میکنن، کیف میکنن وسط بازی چقدر میارزه؟ میلیاردی. راجع به بازی و مقوله بازی توی بازیوارسازی هم قطعا قبلا اشاره هایی بهش شده و بررسی کردید. جاهای دیگه هم باش کار داریم. دقت کردید بعضی وقتا بچه‌ها که وسط دنیای بازی هستن، ما میگیم غرق در این دنیا هستن، صداش که میکنید نمیشنوه و بعد شما میگید 10 بار صدات کردم، 10 بار گفتم رضا 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 و واقعا میگه نشنیدم. نشنیده، انقدر غرق در دنیای بازی بوده که نشنیده، نفهمیده. سنسورها یا ابزارهای ادراکی ارتباطیش با دنیای واقعی مادر و پدر اون لحظه قطع بوده. تمام وجود و ابزار و حواسش رفته بوده تو دنیای بازی. من به خانمم اینو گفتم، از نظر من و شما آدم بزرگ ما داریم یه بادکنک 10,000 تومانی از بچه‌ها میگیریم. مهمه؟ نه. از نظر بچه‌ها چی؟ خیلی مهمه. حق مسلمشونه. داری اوج لذت رو ازشون دریغ میکنی. اصلا اون نمیفهمه الان همسایه طبقه پایین یعنی چی. اون تو دنیای ذهنی خودش ادراک و حواس و درک و فهم و حتی شاید مسئولیت پذیریش اونقدر نسبت به دیگران، اطرافیان، همسایه جدی نباشه. اون لحظه یه چیز دیگه میفهمه. واسه هم یه راهکار کوچولو همین الان عرض بکنم. ما میگیم وسط بازی بچه‌ها، چه بازی‌های فیزیکیشون، چه بازی‌های رسانه‌ایشون، کامپیوتری، موبایل، اینها تا جایی که بزرگترها، معلم‌ها، مادر پدرها میتونن با بچه‌ها همبازی بشن. همبازی شدن یک فرمول بسیار جدی و جذاب و اثرگذاره. وقتی شما با فرزندتون همبازی میشید، اون موقع ادراکات و هوش عاطفی هیجانی و خیلی چیزاشو درک میکنید، عکس العملشو بهتر میفهمید. این که تو این بازی چه صحنه‌هایی، چه اتفاقاتی و جهان بازی چه القاءاتی برای فرزندتون داره رو بهتر درک میکنید، چون شما همراهش شدید. نگاه کردن با تو دل بازی رفتن خیلی متفاوته. مادر پدرها بعضی وقتا میگن زیر نظر داریم، ولی میگم باید برید با بچه‌ها بازی کنیم. با بچه‌ها بریم فیفا بازی کنیم، فوتبال بازی کنیم. بچه‌ها قوی‌ترن، مسلط‌ترن، توانمندترن به ابزار. دکمه‌ها رو مسلط‌ترن، بیشتر هم بازی کردن، بهتر هم تو ذهنشون نشسته. الان میدونی کدوم دکمه رو تق 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 چه جوری بزنه، بیشتر میتونه گل بزنه. بازی میکنید، نتیجه بازی 10-0 به نفع بچه. برنده بازی کیه؟ کیه؟ نوجوان؟ نه. مادر پدر. چرا؟ با هر گلی که فرزند شما اومده به شما زده، شما یه پرچم وسط قلبش کوبیدید. جایگاه خودتون رو مستحکم کردید. من فراوون نوجوانایی رو دیدم که زنگ تفریح میان برای همکلاسیشون خاطره تعریف میکنن. دیشب بابام لوله کردم، 10-0. و این لوله کردن باباه یعنی با بابام عشق کردم، با مامانم صفا کردم. و دانش آموزی که این تجربه رو نداره حسرت عمیقی میخوره. داستان و نوجوان مصیبت ماست. ما نوجوانی رو باید مشخصاً و جدی نگاش کنیم، ویژگیاشو بشناسیم و بعد از دریچه ذهنی او دنیا رو نگاه کنیم تا بتونیم با هم افق شیم، هم زبان شیم، هم کلام شیم، همدیگر درک کنیم. داستان درک نوجوانی و ویژگی‌هاش و زاویه دید او، عینک او، بحث خیلی جدی و جذابیه که تو جلسات بعدی با هم دیگه ادامه میدیم. بازم خوشحال بودم خدمتتون بودم. امیدوارم مباحث بیشتر از این که بچه آموزشی داشته باشه، بچه تلنگری، بچه تأملی داشته باشه. بیشتر فکرامونو ورزش بده و ادامهش رو خودتون بتونید تو ذهنتون با تجربیاتون بارور کنید. طبیعتا مطالعات این حوزه هم خیلی کمک میکنه. ارادتمند، خیلی مخلص.